این یه اپله. دلت میخواد کاربرد مهم و اصلی اپل رو در لباس ها بهت بگم؟ من رفع ایراد اندامی شانه های افتاده رو تو پست قبلی بهت یاد دادم. اما بهت گفتم که ما همیشه نباید این ایراد اندامی رو روی الگو رفع کنیم. به جاش میایم از اپل استفاده میکنیم. در مانتو، کت و پالتوهامون به جای اینکه ایراد اندامی رو روی الگو رفع کنیم، از اپل استفاده میکنیم. چون اگر ما ایراد اندامی رو برای کت‌ها، مانتو و پالتوهامون روی الگو رفع بکنیم، باعث میشه که این ایراد اندامی بیشتر خودش رو تو لباس نشون بده و ایستایی خوبی نداره لباسمون و همچنین آستینمون هم ایستایی خوبی نداره. اما وقتی از اپل استفاده میکنیم باعث میشه که هم آستینمون شیک‌تر و قشنگتر باشه، هم کتمون ایستایی بهتری داشته باشه. و کلا سعی کنید در کت‌ها و پالتو و مانتوهاتون از اپل استفاده کنید و شیب شانه هاتون رو خیلی زیاد نکنید تا این کت‌هاتون ایستایی خیلی قشنگتر و جذابتری رو داشته باشه.